سلام خدمت همکارای عزیز. امروز اومدیم طبق قولی که بهتون دادیم پاساژها و اسپات فروش‌های خیابون ملت رو بهتون معرفی کنیم. بریم ببینیم که اینجا چه خبره. از سمت خیابون امیرکبیر که وارد میشیم سمت چپ اولین پاساژی که میبینیم پاساژ بازرگانانه. بریم ببینیم توش چه خبره. پاساژ بازرگانان فقط زیر زمینش اسپات فروش هستن که از قدیم فقط فروشنده های روکش صندلی اونجا فعالیت میکردن، اما به مرور اسپات فروش و کفی فروش هم بهش اضافه شد. یه چرخ کوچیک میزنیم و میایم بیرون. از اونجا که بیرون اومدیم روبروی پاساژ بازرگانان پاساژ جاوید هستش که از نظر کاسبی خیلی شبیه به پاساژ بازرگانان هستش، یعنی بیشتر فروشندگان روکش صندلی و کفی سه‌بعدی هستن، اما کنار اون چند تا اسپات فروش دیگه هم دارن امرار معاش میکنن. نکته جالب اینه که زیرزمین پاساژ جاوید کامل دست روکش فروشا و کفی سه‌بعدی فروشا هستش. میایم بیرون میرسیم به پاساژ شیرین که میتونیم بگیم بزرگترین و کاملترین پاساژ فروش لوازم اسپورت هستش. حسن پاساژ شیرین اینه که اگر حوصله چرخیدن توی بازار رو نداشته باشی، هر محصولی که بخوای از روکش صندلی و کفایی و قفل ماشین و تا SMD و هدلایت و آویز ماشین میتونی اینجا پیدا بکنی. تقریبا همه اسپات فروشا پاساژ شیرین رو میشناسن. کی اینجاست؟ این که حمید آقاست. این آقای بنک‌دار چند سال سابکار من توی بازار بوده و من اینجا خاطرات زیادی دارم. چند سال پیش ایشون کار میکردم. توی پاساژ شیرین 3 طبقه کامل اسپات فروش هستن که پر از وارد کننده و تولید کننده لوازم لوکس ماشین هستش. میبینید که همه جور محصول اینجا پیدا میشه و همه جور کاسبه. از پاساژ شیرین که میایم بیرون نبش اون کنار اون پاساژ مهدوی است که توی زیر زمینش چند تا اسپات فروش از قدیم فعالیت میکردن. اینم پاساژ مهدوی، اینم اسپات فروشاش. میایم بیرون. اینجا دیگه خبری نیستش تا برسیم به کوچه ملت. تقریبا بیشتر کاسبایی هستن که تک فروشی دارن. مستقیم که میایم تا روبروی کوچه ملت خبری نیستش، اما روبروی کوچه ملت پاساژ اعظم هستش، یه پاساژ قدیمی با کسبه قدیمی توی خیابون ملت. واسه پیدا کردن اسپات فروش ها باید مثل پاساژ بازرگانان بریم زیر زمین پاساژ اعظم. اینجا ترکیبی از یدکی فروش و اسپات فروش هستش که توی این چند سال اخیر اسپات فروشاش از یدکی فروشاش توی زیر زمین داره بیشتر میشه. یه نکته مهم توی پاساژ اعظم اینه که اینجا کاسبای قدیمی زیادی داره، مثل آقای زمانی که مغازش اینجاست. خب اومدیم بیرون. این هم پاساژ اعظم. وقتی اومدیم بیرون مستقیم که بریم میرسیم به کوچه آذرتوس که خیلی باهاش کار داریم ولی الان بهش نمیپردازیم. یه کوچه پر از اسپورت فروش و یدکی فروش، کوچه‌ای که انتهاش میرسه به کوچه سراج و کوچه اوحدی و کلی پاساژ داره پر از اسپورت فروش. یواش یواش میریم تا برسیم به کوچه آذرتوس. بله اینم کوچه آذرتوس. یه نگاه میکنیم و از توش رد میشیم. خیلی ها فکر میکنن بازار اینجا تموم میشه، اما اشتباه میکنن. بیا جلوتر تا بهت بگم چرا. هنوز کارمون تموم نشده. مستقیم که میایم میرسیم به پاساژ قباییان. بریم ببینیم توی پاساژ قباییان چه خبره. رسیدیم به پاساژ قباییان. اینجا هم چند تا اسپورت فروشه. بریم تو ببینیم چه خبره. این فروشگاه سام اسپورت. البته با اون سام اسپورت آقای فتح‌اللهی فرق داره برندشون. این هم که فروشگاه کینگ اسپورت توی آقا نزدش ما از داخلش قشنگ میتونیم فیلم بگیریم. چند تا اسپورت فروش دیگه هم اینجا هستن. خب از پاساژ قباییان اومدیم بیرون میریم جلوتر. اینجا هم یه کوچه کوچیک هستش به اسم کوچه علامیر با اسپورت فروشای بزرگ، اسپورت فروشای قدیمی مثل آقای مهراسا
که جزو قدیمی‌های بازار هستن و همینطور روکش صندلی بشیر که تولیدی داره و تو خیابون ملت هم شعبشه. بریم جلوتر، تقریبا انتهای کوچه میشه. ما کارمون تقریبا تو خیابون ملت تموم شد تا میرسیم به پاساژ بابک. یه پاساژ چند طبقه هستش که کسبه زیادی داره و باید با حوصله توش بگردی تا بتونی اسپورت فروشاشو پیدا کنی. میتونم بگم بازار برای اسپورت فروشا اینجا تموم میشه، چون بعد از این میخوریم به عمارت مسعودیه که عمارت قدیمی توی تهرانه، بعد از اونم برج بهارستان و خیابون جمهوری. تقریبا بازار میتونیم بگیم برای اسپورت فروشا اینجا تموم میشه و بیشتر دست فروشگاهاییه که محصولات تکی میفروشن یا لوازم یدکی. این هم نمای این طرف خیابون ملت هستش که اگر مستقیم بریم میخوریم به مترو ملت. بر خیابون هم پر هستش از فروشگاهایی که محصولات رو دارن به صورت تکی میفروشن. کنار خیابون ملت هم اگر دقت بکنیم پر هستش از فروشگاه‌های از دستفروشایی که دارن اینجوری امرار معاش میکنن. البته بگم مغازه‌های عمده فروش و وارد کننده هم بر خیابون ملت کم نیستن مثل ایشون. خب حالا به ما بگید که از این سبک از ویدیو خوشتون اومده یا نه. اگر خوشتون اومد لایک و سیو فراموش نشه و این ویدیو هم برای بقیه همکاراتون بفرستین تا اونام با بازار ملت بیشتر آشنا بشن. در آخرم بهتون پیشنهاد میدم قبل یا بعد از خرید حتما به این آب میوه فروشی بر کوچه ملت سر بزنین و از خودتون پذیرایی کنین. خیلی از کارگرا مثل من اینجا خاطرات خیلی خوبی دارن.